به نام یاد خدا دوره آموزشی فلامن هست. در این درس میایم قسمت یوزرز و رولز را کار میکنیم که اگر بیم در قسمت خود دیتابیس براتون نشان بدم. ببینین این تیبل را باید بسازیم که رول یوزر، یعنی هر یوزر از خود رولز داره که میتونه یک یوزر چندین رول داشته باشه و یا هم یک رول داشته باشه. میایم اولین کاری که میکنیم اینی تیبل را میسازیم. میایم در قسمت خود کود ما کود کم کلین میکنم و بعد از اون نوشته میکنیم که PHP artisan و بعد از اون میخوایم چی کنیم یک تیبل بسازم. به اون لحاظ نوشته میکنیم که migration و در این قسمت در داخل دابل کوتیشن نوشته میکنیم که create و بعد از اون نام خود تیبل ما چی هست، رول یوزر، نوشته میکنیم که رول یوزر و بعد از اون اینجا نوشته میکنیم که create، انتر میکنم. سوری، این کرییت باید نوشته نکنم، میره تیبل باید نوشته کنم. خب خیلی مشکل نداره، اینجا رینیمش میکنیم. ببینید در قسمت من میتونم چیکار کنم، ایره رینیم کنم. این را فقط برش تیبل نوشته میکنیم و این را هم پاپ میکنم، درست، و اینجا هم ایره پاپ میکنیم. رول یوزر من این قسمت باید نوشته میکردم که تیبل من کرییت نوشته کردم و اینجا فکسش کردم. خب حالا میایم چی میکنیم که من رول آیدی را کار دارم و یوزر آیدی را کار دارم که فارین کی هست و کانسترینت هست و آن کاسکید آن دیلیت، یعنی هر وقتی که یک یوزر کرییت میشه رولش هم از بین میبره. خب حالا چیکار میکنیم، ایره باید مایگریت کنم. میایم اینجا کلیر میکنم و PHP artisan مایگریتش میکنم که امی تیبل ما برا و در دیتابیس اضافه شده. ببینین ما صفحه را رفرش میکنیم، ببینین به نام رول یوزر یک دانه آمد. خب قدم بعدی چی هست که باید در خود رولز ما بتونم یوزرها را بگیرم و از یوزرز بتونم رول ها را بگیرم. میایم اول در یوزرز من قسمت رول ها را دیفاین میکنم، ریلیشنشیپش میایم انتر میکنیم و اینجا نوشته میکنیم public rules belongs to many و اینجا میتونم امو تیبل که اینا را با هم وصل کرده او را هم نوشته کنم که او تیبل هست رول یوزر. نام تیبل رول یوزر است که دو تیبل با هم وصل کرده و قسمت رول هم اگر من بخوایم از هر رول یوزرایش بگیرم میتونم از این طریقه ریلیشنشیپ بینشون بسازم. خب حالا این کار کردیم، دیگه چی هست که من باید در یو آی ما بتونم که هر یوزری کرییت میکنم بر او رول ها را اینجا اساین کنم. خب بخاطر از او گفتیم که ما از چی استفاده میکنیم، از ریلیشنشیپ منیجر، که ما میتونم از ریلیشنشیپ منیجر امی کاماندش کسی را کپی کنم و اینجا براتون پیستش کنم. ببینین ما میخوایم چی بسازم، یک رول ریسورس بسازم، درست است، یک رول ریسورس میخوایم بسازم و اینجا امو ریلیشنشیپش که است او رولز است و امو اتریبیوتی که داریم که اینا را یعنی امو پرایمری اتریبیوتش است، او را میگم که چی است، تایتل هست، درست. خب حالا این کار کردیم، ببینین اینمی ریلیشنشیپ منیجر جور شد و این قسمت فارم داره و به خاطر از اینکه استفاده کنم چون که من در یوزر ریسورس ضرورت دارم، باید در یوزر ریسورس را دیفاین کنم در قسمت get ریلیشن. در قسمت یوزر ریسورس get ریلیشن میگم که رولز منیجر اینجا بر ما چیکو وصل کو و این را باید در بالا امپورت هم کنم. خب حالا بیاین ببینین در قسمت رفرش میکنم، ببین یا آمد و اینجا میتونم که یک رول کرییت کنم، اما ما رول نمیخوایم کرییت کنیم، ما میخوایم رول اساین کنیم. با اون لحاظ باید در رولز ریلیشن منیجر برم و چی کنم، اول خوی فارم کار ندارم، میره پاک میکنم و بعد از او در قسمت اکشن هیدر که داریم، این هیدر اکشن ما که هست اینجا کرییت اکشن است، ما ایره به اتچ اکشن تغییر میدم و اینی بخشی که edit و delete داریم ایره هم ریموف میکنم و ایره به دیتچ اکشن تغییر میدم، درست است. اینجا ببینید در قسمت بلانک هم داریم. بلانک به این معنی است اگر من بر شما نشان بدم، ببینید فور اگزامپل من اینجا میایم یک دانه رول اساین میکنم. ببینید من رول اینجا سرچ میکنم، رول ادمین کار دارم. خب ببینید رول ادمین آمد و ایره اتچ میکنم. خب اینجا وقتی کلیک کنیم ببینید اینجا بالک اکشنز است که ما میتونم ایران تمام شد دیلیت کنم، اما ما این دیلیت باید نباشه، من نمیخوایم کدام رول دیلیت کنم، به اون خاطر ایرا باید دیتچ کنم، درست است. اینجا میگم که ای باید باشه دیتچ اکشن، درست است، چی باشه، دیتچ اکشن باید ای اکشن باشه. حالا بیاین ببینید من میتونم به یک بارگی
چندین رول از اینجا چی کنم دیتچ کنم. درست است. از این طریق میتونین که این کار انجام بدین که ما در خود بالک اکشنز هم تغییر دادم. درست. خب حالا ما میتونم اتچ کنم و دیتچ کنم یک رول به خود ادمین و یا هم به هر یوزر که ما بخوایم. هر چقدر رول که داشته باشیم از اینجا میتونیم اتچ کنیم. فقط دیره باید پریلود کنم که در قسمت نوشته میکنیم که پریلود تمام رول ها را و ضرورت نباشه که ما جستجو کنیم. ببینین کدام رول فعلا نداریم که بیاره، چون که رول ادمین قبلا اساین شده. این بود از بخش ای که ما رول به یوزر اساین کردیم و اگر در دیتابیس هم ببینین نوشته است که رول اول به یوزر اول اساین شده است.